بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم. یک سوالی از عزیزانی که خدا ناباور هستند دارم و اون این هستش که بالاخره همه ما میمیریم. من میمیرم، شما هم میمیرید. کسی اینو نمیتونه انکار بکنه. دیر یا زود وقتش هم معلوم نیست. شاید من امروزم رو به شب نرسونم، شاید شما هم امروزتون رو به فردا نرسونید و بمیرید. سوال این هست: اگر بمیرید و بعد معلوم بشه که خدایی وجود داشته، بهشت و جهنمی وجود داره، ما فانی نیستیم، ابدی هستیم، بعد مرگمون عالم پس از مرگ شروع میشه و بی نهایت هستش، چی کار میکنید؟ ما اگه بمیریم معلوم بشه که خدا وجود نداشته، بهشت و جهنمی نیست، ابدی نیستیم، چیز زیادی از دست ندادیم، یه مقداری از شما محدودتر بودیم که اینطوری هم نیست، یه مقداری محدودتر بودیم. تو سال یه ماه رمضان روزه گرفتیم، روزی 17 رکعت نماز خوندیم که هر کدوم از اینها خدا هم وجود نداشته باشه فواید بسیاری تو همین دنیا داره. اما فرضاً ما بمیریم، خدا وجود نداشته باشه، چیز زیادی از دست ندادیم، نماز و روزه و عبادات ما به ما ضرری نرسونده. اما اگه شما بمیرید و بعد معلوم بشه خدا وجود داشته، جهنم وجود داشته، ما ابدی هستیم، دنیا مزرعه آخرت بوده، از این دنیا باید برای اون دنیا ذخیره می بردی، هیچ کدوم اینا رو نبردی، یک ابدیت عذاب، چیکار میکنید؟ عقل ما حکم میکنه. حتی اگه دلیلی هم بر وجود خدا ندارید، فقط همین مقدار که احتمال میدید که راست باشه، عقل حکم میکنه راه احتیاط رو پیش بگیر. شاید اینا راست بگن، شاید عالم پس از مرگی وجود داشته باشه، شاید جهنمی وجود داشته باشه، شاید عذابی وجود داشته باشه. دوستای خدا ناباور، روی این قضیه فکر کنید. خدا نگهدار.